بهترین روزها همان روز عرفات است. شاه روزها روز عرفات است. قسمی که ما شب قدر داریم که بهترین شب هاست، در تقابل با آن بهترین روز را نیز داریم که روز عرفات حساب می شود. قسمی که شب قدر دارای فضیلت و رحمات است، روز عرفات نیز همان فیوزات و برکات را دارد. یعنی در این روز گناه ها بخشیده می شود، رحمات نازل می شود، رحمت خداوند متعال بالای غضبش در این روز غلبه می کند، اکثریت مطلق دعاها قبول می شود و فیوزات الله متعال همه جا را فرا می گیرد. نباید در این شب، یعنی شب عرفه، خواب خواهشات نفسانی و شیطانی بالای ما غلبه کند، بل خود را وقف طاعات، عبادات، اذکار و دعا و همچون راز نیایش با درگاه الله متعال نماییم و روز را وقف خدمت برای یتیما، بیوه‌ها، مساکین و فقرا نماییم. قابل یادآوری است که ایام تشریق از نماز فرض روز عرفه شروع می شود تا روز سیوم نماز عصر ادامه می داشته باشد. در ایام تشریق ما نیاز داریم که تکبیرات تشریق را بیان کنیم. بالای همه واجب است کسایی که نماز میخوانند، کسایی که برایشان نماز فرض است. با آقایان الزامی است که در نمازهای جماعت اشتراک کنند و برای خانم‌ها نیز الزامی است که در خانه این تکبیرات را بیان کنند. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر ولله الحمد.